خوب انجینر صاحب میایم در رابطه با کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان. وقتی کودتا شد شما در کجا تشریف داشتین؟ پاکستان بودین. چی تفسیر چی فکر میکنید چی شد چه تحول آمد؟ والا در وقتایی که ما در پاکستان بودیم خونم جنجالای در زمان داوود خان بود و کنون فعالیت بسیار زیادی نبود و منتها وقتی که کودتا صورت گرفت دیگه با مجرد کودتا تعداد نفرایی که باید مهاجرین آیسته آیسته شروع با آمدن کرد دیگه طبعا گپ از این معلوم می شد که وضعیت تغییر میخوره و به این معنا که هم وضعیت داخلی تغییر میخوره و هم وضعیت بیرونی علاقمندی به افغانستان بسیار زیاد میشه و در داخل طبعا با آمدن تعداد مهاجرین زیادتر باز امکانات همین مقاومت و جنگ علیه یا افزایش پیدا میکنه. قبلا هم وجود داشت به این معنا در زمان خلقیات در زمان داوود خان بود و در زمان خلقیات باز شکل علنی تر و واضح تر در بعضی جای دیگه صورت گرفت. دیگه فکر میکنم که قابل پیش بینی به این خاطر بود که اون برداشتی که ما از این داشتیم که یک مرحله است از رژیم شاهی حکومت داوود خان یک مرحله است نه آخر گپ. دیگه از اون خاطر برداشت‌های ما از خطر کمونیستا زیاد نزدیک بود به واقعیت نسبت به این که دولت وقت در اون زمان فکر میکرد. چرا شما در سطح پایین بودین جامعه را میدیدین بهتر؟ نه منظوری نیست که مجموعی کسایی که در بیرون بودن بس مخالف داوود خان بودن و بر سر همین خلقیا و کمونیستا به اصطلاح با او مخالفت برخواسته بودن دیگه یا به اصطلاح چی شدن یعنی همین نظرشون یا موقفشون یعنی تایید شد عملاً به این معنا که یعنی همون خطری که احساس میکردن عملی شد. یعنی به اصطلاح تا اونو بسیار نفرای نزدیک داوود خان پسان که در حزب غورزنگ ملی بودن و چیزی بودن آمدن در صف مجاهدین پیوستن و یک جای شدن به این حساب یک تحول بسیار زیاد تحول بسیار بزرگی بود. کمک هایی که مثلا آمد مثلا اول کمک هایی که به نظر ما آمد خارجی از کمک کشور مصر بود که حتی همه مرمی هایی را که یک انفجار صورت گرفت ما رفتیم به خاطر چند نفر شهید شده بود صندوق ها را که از زیر خاک میکشیده همین تاپای مصریش هم در سرش بود. یعنی به این معنا که مصر قصدن ایتو نشون میداد که ما دخیل هستیم ما هستم اینجا متوجه هستی دیگه این یک تحول بود. اگر سابق یک چند تا مرمی هم که میخریدن این را دره آرم خیل مرمی های خودسازی را میخریدن و گپا پس اونا اینی شکل چی را علنی را سوالی است که اونجا احزاب راستی و چپی زیاد فراوان در افغانستان بود. چه عوامل باعث شد که حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت بگیره؟ دیگرها چرا موفق نشدن؟ مثلا افغانستان خود یک کشور سنتی اسلامی مسلمان است. مثلا نهضت اسلامی چرا موفق نشد؟ مثلا شعله جاوید چرا موفق نشد؟ مثلا این گروه اقتدارگرای معتدل دیگه مانند مساوات امثال از یا چرا مساوات یا خود تعدادشون اونقدر زیاد قابل ملاحظه نبود. دیگه این شعله ها هم فکر میکنم که مشکل وابستگی همین ارتش افغانستان به شوروی زیادتر ارتباط میگیره. دیگه عسکرها در اوجا میرفتن مثلا صاحب منصبا در اوجا تعلیم میدیدن. وقتی که خود مربوط به یک کشور بزرگ بدانی یک رقم روحیه هم بالا میره
یک وقت یک نفر از جوزیان بود، باز ما گفتیم که بالاخره دمی جنگای اتمی افغانستان چطور میشه؟ گفت که دعای سر روسا بکنیم تا وقتی که در پالی ما استاد باشد هیچ کسی طرف ما چپ سیل کردن نمیتونه. یعنی به این معنا که همی برداشت یا مثل که یک مسلمان بزرگ ارقدر سرش فشار بیه میگه خدا بزرگتر از این مشکل کرده و همی بوتشون اینمی روسیه و اینمی ها بود و روحیشون هم به همون شکل بود و حتما پشت پرده تفاهمی هم ما بینشون اگر 100% نبود خود یک قسمت بود که مثلا که ما از خودت هستیم و در اینجا فعالیت داریم و داود خان هم اگر هر اقدامی میکرد دمی فکر می بود که اگر من بسیار زیاد شدید اقدام کنم شاید روزها خفه شوند و چطور باید احتیاط کنم و از این قبیل گپا و از طرف دیگه کمونیست ها بسیار سازمان یافته بودن نسبت به نگاه کرده. متوجه هستیم همین مراحل مختلف سازماندهی را یا نسبت به هر کس دیگه کرده چی داشتن؟ وارد بودن، واردتر بودن نسبت به دیگه. شوله ها را نمیدانم منتها در صحنه‌های سیاسی او هم حضور داشتن ولی منتها فکر نکنم که در قسمت اردو یک پا اقدر زیاد نقش بسیار زیاد کلان می داشتن. منتها در این قسمت ها این مردم این گروه پیش رفته بود دیگه. ای که وقتی که با دولت همکاری کردن در بسیار رده های بسیار بالا قرار گرفتن ولو که خود اعلان هم کردن یا علنی کردن یا نکردن ولی در رده های بسیار بالا قرار گرفتن دیگه. این همین عوامل باعث همین شد که دیگه یا موفق شوند، گرچه میگن که ما پلان ما نبودی، پلان یک نفر بود و پلان به اصطلاحی حفیظ الله امین بود دیگه. ما ناچار شدیم که با امرایش بریم و این گپایش هم شاید تا یک حدی باشه ولی واقعیت از این قرار است که وقتی که آدم در این راه قدم میگذاره و پلان میسنجه و نقش از کار میکنه و دیگه میکنه و عاقبتش اینمی است که باید دیگه شروع کردی داخلش میره. عامر شیخ مسعود وقتی که رفت طرف افغانستان حرکت کرد پس از کودتای 7 ثور از کسی شنیدم که یکی از کاندیداها که بره به ریاست اونمو جبهه کی بود؟ عزیز مراد بود. این درست است؟ فکر میکنم در اوج ریاست مطرح نبود، همین گروه بود. دو گروه بوده و دو گروه حرکت کرده. مثل که مال ما در یک کتاب ترجمه میکنم، حفیظ منصور یک کتاب به نام پنجشیر و چیزا داره. بله. یا در پنجشیر دیگه او میگه که دو گروه داشته و این دو گروه حرکت کرده جدا به خاطر البته امنیتی جدا نشته حرکت کردین و بالاخره در دره لینر میگن یک منطقه یک قریه است در پشت سر پنجشیر در پوشال در لینر با یا اردوش یک جای میشن. باز یک گروه دیگه در حال مهاجرت میباشه از پنجشیر به طرف پاکستان. او به سرکردگی احمد جان میباشه. باز یا یک جای میشن باز فیصله میکنن که ایوازی که پاکستان برن باز امرای امی گروه پس میگردن دیگه. یعنی سه گروه که 8 و 7 18 نفر میشده کلش. این می بودن که در بین او عامر صاحب هم بوده دیگه، مصطفی شهید هم بوده دیگه، یک تعداد دیگه ضابط آقاگل بوده، یک تعداد دیگه از جبل سراج بوده و از این تو جای شما دو برادرتان شهید شد؟ پاینده بله پاینده نام داشت که 17 ساله بود شهید شد. کفایت از ما چی بود؟ یک 3 سال خورتر بود. در کجا؟ در داخل جبهه بود؟ او دمی و زمان خلقی ها وقتی که عامر صاحب چی شد زخمی شد یا عقب نشینی کردن رفتن با قسمت بالای پنجشیر سنگر گرفتن. اونجا یک جای به نام دواب تل میگن در اونجا بودن و دیگه دولت آمده بود تا دشت و ریوت و این قسمت ها را گرفته بود
علاقه‌داری اولم گرفته و دورم گرفته در اینجا بودن. یا همینجا بودن و وظیفه کفایت که مصطفی میگفتن که وظیفه ای بوده که یکون بمای دستی ساختگی بسازه. با این بما را می ساخته و بالاخره یک قدیفه در سرشان ایش بوده. همین پتاقلی ها زیاد در دست همین پتاقلی میگن نه؟ یا در دستشان هست این رقمی و بازی یک دفعه همین شال این رقمی میکنه، این جرقه تولید میکنه. عجیب. باز جرقه که تولید میکنه اینمی برق در دستش بوده، اینمی چیزا میکفه و بالاخره این دستش چی میکنه؟ میدونم دستش دینیجا بوده، یک تردی بوده درونه میزنه سر قلبش. بازی رو میبرن باز قریه جشته میگن در پریان در اوجا دفن میکنه. هم تویش او در اوجا چی شد؟ و کفای و پاینده که عبدالساله بود روسا و وقت آمده بودن یک حمله کردن در قریه در یک جای. باز این روسا پشت سر بودن، داخلی ها را پیش کردن. این داخلی ها را که بچه ها زدن یا در داخل خانه پرت کردن. یک قریه بود. اینا لیا که داخل خانه پرت کردن، این بچه جوان به تجربه این میره میگه در خانه که راه پیدا کنیم که قطعی جنگ کنیم و از کدوم سوراخی که داخل خانه میزنن این زدن. باز دیده اما تو شو بردن، 2 نفر بودن، باز بردن در یک بلندی اما یک قریه بالای دیگه باز دفنش کردن. ما پسونا با ما جنگ خلاص شد، حمله سیام میگفتن. حمله سیام که خلاص شد آمدیم که پاینده کجاست، گفتن که زخمی است و بالاخره مرده. باز سر قبرش رفتیم. اینطوریش او 17 ساله بود، بچه بسیار جادشی بود، بسیار بغیرت بود، بسیار بغیرت بود دیگه. از همین چیگکایش شاجورایش اینی گپایش همین یک تا اخبار داشتیم به نام ندای جهاد میگن. کل شمارای او یعنی او قطع کردگی در جایش بوده، او رو پیدا کرده، او رو یک ملا پیشش گرفته. این ملا میگم من خو دیدم، یعنی قبلگاه منه میگه که او ملا تو چرا نمیبری امانتای مردم بدی؟ باز آورده بود یک تا چخوکک بوده و یک چند چیزا یار آورده بود، تحویل کرده بود که این امانتای رو پیشی گرفت دیگه. چی بودن؟ این 2 نفر از ما بود. یک برادر دیگه من باز پسانا چی شد دمی جنگای همراه طالبا پایش انفجار که ماین در کابل و باز او هم وفات کرد. 3 نفر. کودتا که صورت گرفت ما با یکی از امو کلانای حزب دموکراتیک گپ می‌زدم، گفتم شما چی دستاورد دارین؟ باز او گفت که ما همین دستاورد برای ما کافی است که یک خانواده استبدادی سلطنتی را نقطه پایان گذاشتیم و زندگی سیاسیش. شما چندون یعنی شما باور بکنین که از همه هر که پرسون میکنه. یکی خب مسئله شخصی ظاهرش راست که دیگه یک تا میگه چرس میکشه، یک تا میگه زنک آواز بود، یک تا میگه یک چیز دیگه. یکی تنبلیش بود که مثلا مملکت پس مونده بود که عوامل گوناگون داره او هم. منتها همین که بگویی که مثلا نجیب یا کارمل یا حفیظ‌الله امین بهترتر بوده از او، همین که عقل جور نمیاد. اما خب همین کسی همین تو یک ضرر که متوجه هستی؟ خو میکردیم تو ایران نمیشدیم که فکر بترسیم که فلانی چی کرده. گفتم یعنی مشکل داشتیم، مشکل بود. این خانواده هم این تو خانواده در سابقه هر رقمی که بوده در دوران ما این تو خانواده که مردم بگیره بزنه بکنه، کل گفتندش چیز نگفت، دیره گفتندش هر چی مظاهره کردن، هر چی کردن. آخرین گپش هم که دیگه چند دونه ملاک در پل خشتی جمع شده بود، آمد علمای کرام بیاین در موترها سوارشون کرد، اطراف روانشون کرد. متوجه هستی؟ یعنی همون نقطه که فشار بیاورده که مردم آماده همین چیز باشه. داخل
همین روشنفکرها و همین مردم هایی که به اصطلاح چپی بودن ایده به خاطر میل خودی کارا را کردن. این یک چیزی حرکت داخلی مردمی که از زیر جوش مردم باشه و علیه یک ظلم بسیار علنی باشه او طوری چیزی نبود. بله. تشکر، خیلی ممنون جناب. بخیر. شما چه وقت وارد پنجشیر شدین؟ جهاد که شروع شد. جهاد دوران روسا؟ بله. ما حمله اول روسا بود در ماه حمل. کدام سال؟ 80. 1980. خب 13 چند میشه؟ 1358 دیگه. همونطور. بله. باز من در چی رسیدم در حمله در ماه ثورش بود در جوزا. یک سال بعد از کودتا. شما علیده رفتین آمدین از پاکستان باز؟ همراه عامر صاحب نبودین؟ نه وقت آمده بودن باز ما سال دیگهش باز حرکت کردیم. در آتش بس در کمپ پنجشیر بودین؟ آتش بس من اصلا چی رفته بودم. ما و مولوی صاحب عبداللطیف نام داشت یک نفر. عامر صاحب گفت که همین شما مردم نمیگی کوها گشنه مونده و جنجال است و زن زدن است و پیسه نیست و درک نیست. شما عربستان بری از استاد اجازه بگیری، از عربستان برید اونجا از یکون جای پیسه جمع کنه، یک نظر از مساجد و از میگه. ما رفتیم عربستان، استاد یک دو دونه ویزا برای ما پیدا کرد و از این به یک نامه‌های مختلفی و رفتیم در عربستان و خود در اینجا هر قدر که کردیم مولوی نورالهدی و اینمیا کوشش کردن که یک چند روپه از این سوسو جمع کنیم. رفتیم ریاض و قسیم میگن یک منطقه رو اینجا هر قدر که کردیم و قدر چیزی نشد دیگه. پیش استاد فاروق رفتیم امرای و در مدینه منوره و در او هم یک حوادث و چیزهای دیگه بود. خب بالاخره صاحب مولوی صاحب عبداللطیف رفته ابها و در اوجا گپ زده و من زبان وطنی شکسته خود که انگلیس چیز عربی گپ زده باز مستوزای پوانتونی اوجا گرفتین پیسه جمع کردین به این یک لگو 40,000 یک لگو 50,000 روپه جمع کردین از این ریال. بازی را دیگه به ما دادن و باز ما این را گرفته آوردیم و پاکستان و از پاکستان دینیم وقت بود که به من احوال آمد که عامر صاحب میگه که زود عاجل بیا. باز یک ذره لازمی پیسه در پشت ما گرفتیم از رای کوی صافی رفتیم و دیگه گاهی از دم رای ما را میگیره گاهی یک رقمی بسیار به جنجال متوجه هستی؟ بله. رسیدیم و دیگه عامر صاحب هم از بس که بی پیسه شده به هر که زنگ میزنه برای چی میزنه مخابره میکنه برایش که پیسه نداریم. انجینر صاحب پیسه در پشتش هست میایه نده متوجه باشه. خب این دو گفتارای است. خب بالاخره رسیدیم سر پل بازارک و دیگه عامر صاحب گفت که من خودت به خاطر هیچ تدریسم به خاطر که ما امروز اینمی روسا نفر رای کردیم گپ میزنن حال ما این معلوم نیست که به چه نتیجه میرسه. اگه حالی رو برای ما بگویم معلوم نیست که نتیجهش ما خودت به این خاطر تلویزیم که تو دمیجه باشی به حیث شاهد متوجه هستی که اگه سوال شاید تو باشی شاهد باشی که اوجه بگویی باز اوجه بگویی. این رقمی باز من در بعضی مذاکرات در بعضی چیزا بود. تفصیل مذاکرات چه رقم صورت گرفت؟ فکر میکنم که در روسا یک پالیسی داشتین دائم دیگه که با تماس گرفتن با بعضی قماندان ها آهسته آهسته یا را امیدوار میسازن بیایی جنگ نکنیم این کار خوب نیست این گپا کوشش میکنین آهسته آهسته یا را بیارن به طرف خود و بالاخره یک رقم باز ملیشه جورش کنه دیگه متوجه هستی دیگه ایو در قسمت عامر صاحب هم این کار میکنن. اولین کاری که میکنن یک تعداد کمونیستایی که از پنجشیر میباشن مثل میرداد خان میگفتین یک طرح و یک نفر دیگه یک اولاسوال میگفتین یار روسا میرداد خان در زراعت کی بود؟ در زراعت. این میرداد خان یار رای میکنن که تو بری امرای گپ بزنی بازی امرای وطندارا از امرای کوها میاین و دیگه پیش عامر صاحب که برادر این توری امرای ما گفته و
چه رقم میکنیم و بالاخره به این نتیجه رسیده که تا کی اینمی رام بند شد و ای هم شد و ای شد و یک درده مقابل این قدر قوت یعنی یک رای نیست به یک تکتیکی بزنیم که اگر شود که از این مشکل خود نجات بدیم دیگه بعد از او چی میکنیم بعد از او باز میفهمیم قطروس هم گپا خب بالاخره این مذاکره میکنه همون نفری که مذاکره میکرده به نام نیکولای نام داشت یک سای منصب بود باز این میومده در بازاره در مجلساش من هم قطعیش چی میشینه میبودم دیگه راجع به این گپا گپ میزدین و میرداد خانم و این گپا قطعیشان میامده و او را مشاور صاحب میگفته عامر صاحب پسون که از مذاکره میامه میگفت که همین میرداد دهنش تو کجی میکنه عامر مشاور که میگه متوجه هستی دیگه میرداد باز همین کمونیست عادتشون هست که دروغه میزنن با این کمونیست برای یک کمونیست دیگه گفته که او هم رابطه داره با عامر صاحب که دانه خورش کردیم خود نه دانه خورش کردیم باز ببین که چه میکنه باز او آمده و کمونیست به عامر صاحب گیره گفته با عامر صاحب خود همین تکتیک دست داده به میرداد خان که تو بیا یک دعوای بیادری بکنیم و دعوت کنیم که یکی بده که بسیار وفادار باشیم این گپا باشیم او از او چی میگیره خب تو هر که دمی پشت حرف خود دیگه عامر صاحب میفهمیده که چه کنم یا چه نکنم و اون هدفش معلوم بود او دیگه هدفها داشتن متوجه هستی؟ در یکون گپشون باز عامر صاحب مرا رخ میکرده متوجه هستی؟ که نه نماینده دیگه تنظیما میتونه که مرا گفته که همراهی و گپ باز یک روسی اومده مرا که ما در هلیکوپتر تو هر جای میرسونیم و میکنیم باز دیگه من یکون شعارهای سیاسی هم دادم برشون که والا شما خود افغانستان بسیار نقص کرده چرا؟ من گفتم که شما از یک گروه چی میکنه؟ حمایه کده روان هستی که او قدر چی ندارن تو تایید مردم ندارن دیگه همه ایدئولوژی خودم زیر سوال بردین و کل گپا یک کشور کلان مثل شوروی دیگه کلگک میزد متوجه هستی؟ دیگه از اون خاطر من بعضی مذاکرهاشون بود منتها کل گپا همی بود که یک وقتی خریده شود که از این حالت معاصره نجات پیدا بکنه همون کار کرد دیگه از اون خاطر در قسمت عامر صاحب عملی نشد ولی منتها در جاهای دیگر به شکل‌های مختلفش او تونستن که یک تعداد از مجاهدین خنثی کنن در ابتدا مجاهدین نیت خیلی هم قماندان هم نیت نیک داشتن یا رقابت‌های داخلی بود که می‌خواستن برن همراه او و رقیب خود بزنن مثل برادران حضرت یوسف علیه السلام ما ای را از نظر دور میپرتیم باز بعد از او قوم صالح میشیم باز بس این قماندان هم فکر میکردن که من این گروه رقیبه که بزنم باز بعد از او دیگه خودم قماندان میشم دیگه و منتها دو چیزایی که غرق شد باز غرق میشدن به همین ترتیب عامر صاحب من فکر میکنم او پلانشون همین بود عامر صاحب پلانش دیگه رقم بود که اگر از این حالت نجات پیدا کنه دیگه بالاخره به همون اساس بود که وقتی که یک سال بعد نتیجه گیری کردن دیگه روس‌ها با شدت و قهر آمدن و حمله هفتم انجام دادن او هم خب نتیجه نداد خب تا شدیدترین حملهشون هم بود در رابطه با آتش بس استاد ربانی موافق بود یا ملاحظه داشت؟ هیچ خبر نبود ابتدا نبود خب همون خاطر مرا تلبیس بود که بله ولی وقتی که خبر شد استاد باز بزرگیش دمی است متوجه هستی هر چی که در دلش هست منتها چی نمیکنه اوتور واکنش نشان او ایتو واکنش‌های به منفی دیگه بسیار دیگه پاش بسیار دل کلان داشت واقعا همین استراتژی عامر صاحب مسعود در راندن احزاب دیگه از پنجشیر چه رقم بود؟ چطور اونجا خود احزاب دیگه هم بود؟ پنجشیر حرکت بود، حزب اسلامی بود
حزب اسلامی خود از ابتدا کج افتاده بوده. مثل پیشتر مرا گفتم که یک پلانی بود، یک مدیار میخواست که عامر صاحب در پشاور در جمله یک قضیه به نام قضیه جاسوسی و گپا قد جان محمد درگیر چی کنه، داخل کنه. خب عکس العمل نشان دادن. دوم وقتی که یاد اینجا آمدن، این یک قریه بود به نام قریه پشغور میگفتن. قریه پشغور بود، اونجا طارق صاحب بود و گپا و مدیر، یک تا مدیر میگفتن او بود و بالاخره صاحب یا ایجا گرفتن و همراه همین حزب اندراب هم در تماس بودن، در پریان هم یگان حضور داشتن و این گپا. خب بالاخره آیسته دیگه این کشمکش ها حزب جمعیت خود در کل جایا همین تو از اول بود کشمکش. خب بالاخره عامر صاحب یا تصمیم گرفت که همین مشکل را رفع کنه، از بین ببره. خب پشغور خلص علاقه، اما در قسمت حرکت یک تعداد محدود نفرایی داشتند. یکی از اون جمله ملا قربان میگفتند که همراه غنی اشرف غنی که این آخر رو وفات که خدا بیامرزه دیگه. اون این نماینده‌اش بود. این هر وقت پیش عامر صاحب می اومد که عامر صاحب ما شما دیگه ائتلاف هستیم، عامر صاحب میگفت که من تو رو باعث ائتلافش قبول ندارم. بازو میگفت که منطق، منطق نه، تو فهمگو منطق چی میگوی؟ خب بالاخره آیسته او مردم هم دیگه همین خسته شدن از همین دعوا کردن های خرد و ریزه دیگه. حزب اسلامی قصه شو شد. حضرت صاحب کوشش کرد در پنجشیر یک راه پیدا کنه، به این صلاح بده به او صلاح بده. هر کسی که از او صلاح میگرفت پیسهش به خودش میگرفت، میومد صلاحش به عامر صاحب میداد. یک تا باشی امیر میگن او کار کرد، یک دیگه کردن. این چیزا که دوام داشت، گرچه تلاش بسیار زیاد کردن دیگه. از او خاطر فکر میکنم او نتیجه نداد و همین حزب بازی در اوجه.